شالوم عزیزانم، خانم‌های عزیز، برادران محترم. باروخ هشم، به عزت هشم امروز درسمون رو شروع میکنیم تو ماه آدار و مثل تمام گروه ها به عزت هشم این میسوای این درسمون رو به عزیزانمون، سربازا که در جبهه هستن، به گروگانامون انشالله خدا به زودی به آسونی اینها رو نجات بده و دست دشمن رو از ما کوتاه بکنه. و به عزتش من میخوام این پاسخ رو اینطوری بخونم که به عزتشم کل خوشویم علیנו רעה מהרה הפר עצתם کلکل מחשבותם יהיו כמוץ לפני רוח و ملآخ هشم دخه. یعنی تمام افکارهای بد که دشمنامون برای ما نقشه میچینن، مثل نقشه هایی که چیدن و اینطور زیر غزه این قارا رو ساختن و چندین سال ما اصلا اطلاع نداشتیم. خدا ایشالله تمام این افکار ضد اسرائیلیشون رو مثل کاهی که باد میاد و این کاه میبره، همینطور ایشالله میسواهای ما، دعاهای ما، براخهای ما بیاد و افکار منفی ضد اسرائیلی رو همینطور به باد بده و از بین ببره ایشالله به عزتش. خب باروخ هشم ایشالله ما به ماه آدار هستیم. این ماه مبارک، خدا رو شکر امسال آدار الف داریم، آدار بت داریم، یعنی به جای 30 روز شادی و خوشحالی ما ایشالله 60 روز به خوشحالی خودمون ادامه میدیم، به شادی خودمون ادامه میدیم، برای اینکه میدونیم که به عزت هشم این ماه آدار از نظر شانس اسرائیلی نه تنها برای نه تنها همون روزی که موشه بن عمران دنیا آمد به همون روزم میگن فوت کرد، بلکه تمام این ماه برای تمام اسرائیل مبارکه و ما شامل این نور هشم خواهیم بود و شانس به ما نازل میشه، نزل، مزال بشه. و بعد کم کم هم در مدت طول درسمون ایشالا این رو به طور خیلی ساده توضیح میدم که ایشالا همه متوجه بشیم. با عاقبت بخیر ایشالا. اول از همه ما میدونیم که در این پاراشای تتسوه، در این پاراشا تنها پاراشایی هست که اسم موشه بن عمران گفته نمیشه. بلکه مثلا چطور خدا در جمله اول به این ترتیب میگه که انی متصوه لخا، یعنی من به تو دستور میدم و به تو میگم که دونیشن مثلا بگیری از یکی که اسرائیلا و اینطور تو مثلا به تمیقش که البته نبوده اون ارون کدش رو بسازی. در اینجا وقتی که هشم میگه انی متصوه لخا، منظورش لخا به کیه؟ موشه ربنوه. پس هر جایی که در این پاراشای تسوش اسم مشرک به حساب نیست ولی میگه لخا، لخا منظورش موشه ربنوه. مثلا در پاراشای دیگه هشم اینطور میگه و دبر هشم الموشه، اسمشو میگه، ولی کن در این پاراشا میگه عطا، یعنی منم به تو میگم، یعنی تو در حقیقت من تو رو به این مقام بالا میبرمت، به این منصب تو رو میرسونمت که تو دستور بده، تو بگو، فقط این رو بگو و بخواه از امت اسرائیل و اونا باید این رو انجام بدن. به این ترتیب موشه اسمش و یعنی وجودش در پاراشای تتسوه همینطور نهاده شده. درست این موضوع مثل چی میمونه؟ مثل مگیلای استر. در مگیلای استر هم همینطور به هیچ وجه اسم هشم آورده نشده، ولی کن هر دفعه یعنی به طور مستیر، یعنی به طور پنهانیش به اسم هشم در مگیلت استر همینطور اومده.
و به این ترتیب تقریبا مثال میزنن یا تشبیه میکنن پاراشای تصوه رو درباره عظمت اسم موشه ربنا که برابر با مقیلای استر هستش که در اونجا هم میگیم اسم هشم گفته نمیشه، ولی در نهایت سراسر مقیلت استر هشم حکومت داره و باروخ هشم با اسرائیل هستش. حالا برمیگردیم به قدرت و نوری که در ماه آدار وجود داره. گفتیم که در این ماه آدار موشه بن عمرام هم متولد شد و هم وفات یافت، فوت کرد. و در مگیلای استر در حقیقت هامان میگن خیلی اطلاع داشته، اطلاعات یعنی اسرائیلی و اطلاعات تورایی خیلی داشته. و چرا این پوریم رو یعنی قرعه کشی رو انتخاب میکنه در این روز برای اسرائیل؟ برای اینکه خیال میکرده که چون موشه ربنا در این تاریخ فوت کرده پس اسرائیل شانسش خیلی پایینه و میتونه به آسونی به امت اسرائیل غلبه پیدا بکنه، در حالی که اطلاع نداشته که در همون ماهی که موشه عمرام فوت کرده در همون ماه هم خدا اون رو آفریده، اون به دنیا اومده. و کما اینکه ما میدونیم با تولد یافتن هر صدیقی هشم یک طبقه کدوشای خودش رو به ما نزدیک میکنه. ما این رو از کجا شروع کردیم؟ از دوره آدم و حوا شروع کردیم. گفتیم که در دوره آدم و حوا وقتی که از بهشت رانده میشن تقریبا حدود 7 طبقه هشم کدوشای هشم از اسرائیل یا از عالم مادی دور میشه، بالا میره. ولی به تدریج در اول مثلا با آمدن نوح یه طبقه نزدیک میشه کدوشا، بعدن با آمدن ابراهام باز یه طبقه دیگه، اسحاق، یعقوب، همینطور تا دوره موشه بن عمرام. در دوره موشه بن عمرام کاملا شخینای هشم با ام اسرائیل بوده، کما که ما میبینیم که در مدتی که اینها در بیابون بودن به هشم چطور اصلا با چه معجزاتی اینها رو از چنگال مصریا نجات میده. در حقیقت خود هشم با دست خودش اسرائیل رو از چنگ فرعون آزاد میکنه و به بیابون میاره تا اینکه کم کم به عزت هشم به کشور اسرائیل میرسن. البته اینا باز وسط راه به دوره در دوره همون دوره میدبر خطا میکنن، اون خطای گوساله و خداوند به چه اتفاقی میفته. در اینجا میگن رابی البته اینجور تفسیر میکنه که یک تفسیری هستش که چرا اصلا اسم موشه بن عمرام در پاراشای تصوه نیامده. میگه به این علت در همین لحظه ای که اینها این خط گوساله پرستی رو میکنن هشم واقعا خشمش میگیره، یعنی دوباره که دوشاشو میخواسته دور بکنه از ما. و اینطور به موشه میگه که بذار من اصلا این امت رو دور از جون از بین میبرم و یک امت جدید به تو میدم، یه امتی که اصلا قدر این میسواها به قدر این نیزها و معجزاتی رو که من کردم و تو کردی به دست تو کردم اینها بفهمن این قدر رو داشته باشن. موشه بن عمران میگه نه، خواهش میکنم این کارو نکن. اگر خدایی نکرده بخوای این امت رو از بین ببری پس اسم من رو اصلا از دورا بیا بیرون، خارج کن. به خاطر این کلمه ای که از دهنش این صدیق بیرون میاره، به خاطر همین میگن یه روایتی هستش که در این پاراشا اصلا اسم موشه گفته نمیشه، ولی کن به طور پنهانی میدونیم که وجودش در این پاراشا هست. بنابراین در اینجا کلماتی که از دهن
هر کدوم ماها بیرون میاد. البته ما خیلی کوچیک هستیم، ما به درجه بینونی هستیم، آدمای متوسط هستیم به عزت هاشم. صدیق ها در مرحله خیلی بالاتر از ما هستن، ولی با وجود این ما هم در حالی که در همین مرحله پایین تر از صدیق قرار گرفتیم و هنوز یه سر را داریم، هنوز نفس حیوانی داریم، با وجود این همیشه باید مواظب کلماتمون باشیم که خدایی نکرده یک کلمه میگن که با هر حرفی، با هر جمله ما یک ملآخی میسازیم که اون ملآخ اگر خدایی نکرده چیزی منفی بگیم، خدایی نکرده ممکنه که مثلا یه عمل منفی به وجود بیاد. انشالله که اینطور نمیشه به عزتش. پس بنابراین گفتیم که در اینجا کلمه یکی مزال به زبان عبری یعنی نوزل. نوزل یعنی به طور مایه، یعنی باریدن، میباره. و در حقیقت میتونیم بگیم که در روز تولد هر شخصی به طور عادی هم اون روز شانسش بالاست. یعنی به عزت شم هر تصمیم خوبی که میگیره ایشالله انجام میشه، خدا اون رو قبول میکنه. و در مورد صدیقه ها تولدشون نه تنها هم اون روز برای خودشون هم شانسشون در درجه بالا قرار گرفته، یعنی همینطور شانس بهشون نوزل میشه، میباره. اضافه بر اون در تمام اون ماه، نه تنها روز اول تولدشون، تمام ماهی که متولد شدن، بازم این براخا و این شانس همینطور مثل بارون میباره. و ما هر اسرائیلی که در نشانمای موشه بن عمران قرار گرفتیم، ما هم از این نور میتونیم بهره مند بشیم، یعنی از این مزال، از این شانس، از این براخایی که همینطور نازل میشه به ما میریزه، میتونیم بهره مند بشیم. اینجا شادی که ما میکنیم در ماه تولد موشه بن عمران، این شادی به این علته که همینطور براخا به تمام اسرائیل میباره. به زبان فارسی نوزل، میباره. اوکی. و باروخ هشم امسال که شنا معوبرت هست، یعنی سال 13 ما داریم، ما به جای 30 روز 60 روز باروخ هشم این براخا به ما میباره. یعنی همطور مثل آب، مثل روغنی که میریزن، میگن سر کوهن از سرش میریزن تمام بدنش رو فرا میگیره، همینطور براخا رو سر ما هستش. منتها ما در اثر شادی که میکنیم و در اثر آگاهی به این عمل، به این موضوع و به این واقعیت حواسمون رو جمع میکنیم. بنابراین هر چقدری که ما حواسمون جمع باشه و آگاه باشیم به این حقیقت، بنابراین میتونیم که بیشتر نور دریافت کنیم. یعنی میبینیم که اصلا تفیلاخا برامون آسونتر میشه، میبینیم میسوا بیشتر میتونیم بکنیم، همیشه زبون خوش میزنیم، خوش میگیم، همیشه چیز مثبت میگیم و اطرافیان رو با چشم خوب میبینیم. تمامی که مثلا خانواده‌مون و همسایه هامون، تمام اسرائیل‌های دنیا رو دعا میکنیم. هر دعایی که میکنیم این دعاها یعنی این مخصوم، یعنی در دعا بازه. به زبان خیلی ساده فارسی هر دعایی که میکنیم باروخ هشم به عزت هشم فوری به شخینا میرسه، انشالله به طبقات مراحل مختلف قدوسیت رو طی میکنه و انجام میشه انشالله. بنابراین همیشه باید که نفوس خوب بزنیم و نه تنها فقط ماه آدار بلکه تمام ماها. حالا در اینجا در مسئله این 60 روز رو به یک نکته دیگه هم وصل میکنن. معمولا وقتی که ما مثلا دو چیز، یک کمی که خدای نکرده تامه میشه، یا مثلا شیر و گوشت قاطی میشن، اینها به نسبت 1/60 خنثی میشن. یعنی اگر که مثلا ما یه ظرف گوشت داشته باشیم، مثلا 60 گرم باشه، 1 گرم شیر اگر توش بریزه، باز هم این تامه نیستش.
میشه ازش استفاده کرد. یعنی به نسبت 1:60 این طامعی رو خنثی میکنه. ولی کن در مورد پسخ خامس این به هیچ وجه عملی نیست، برای اینکه خامس هیچ نوع حد وسط نداره. یعنی چیزی که خامسه واقعا خامسه و چیزی که مثلا کاشره کاشره. یعنی این 1:60 در مورد خامس و غیر خامس صدق نمیکنه. البته اگر به نکاتی که ما برمیخوریم بهتره که از راو شهرمون یا راو کهیلامون سوال بکنیم که خدای نکرده دچار اشتباه نشیم. به این ترتیب میگه که ما وقتی که در این ماه آدار قرار میگیریم درست مثل چی میمونه؟ یه مثالی، مثل چه مثالی میمونه؟ مثلا ما میریم در یه بانک، با بانک وقتی وارد میشیم اول میریم پلوی اون کارمندای بانک. اوکی. در مقابل کارمندای بانک ما مثلا ممکنه که بخوایم یا وام بگیریم یا میخوایم مثلا یه پولی رو ازشون درخواست بکنیم یا معامله باشون بکنیم. این البته ممکنه گاهی اوقات به یک ما کارمند بانک برخورد بکنیم که حوصله نداشته باشه و حرف ما رو توجه نکنه، ما شروع میکنیم به اون کارمند بانک التماس کردن و این کارمون در حقیقت اگر که واقعا درست فکر بکنیم درست نیست. باید مستقیم بریم، برای که پشت این کارمند بانک کی نشسته؟ پشت این کارمند بانک رئیس بانک نشسته. برو رشاد پلوی رئیس بانک، از او خواهش کن و حرف تو بگو و اون عملت انجام میده. در اینجا مثال همینطوره، به خصوص در این جنگی که اسرائیل الان باش مواجهه. ما همیشه تا الان به خاطر اون ایمان کوچیک که داشتیم به کارمند بانک التماس میکردیم. اگر که مثلا خدای نکرده یک اتفاق بد میفته یا هر چیزی، با اون شخص که اون ضرر رو به ما زده یا مثلا دشمن ما هست، با اون میشستیم به اون التماس میکردیم. این شخص کارمند بانکه، برو پلوی رئیس بانک. رئیس بانک این کارمند اصلا میتونه از کار برکنار بکنه. یعنی چی؟ یعنی درست مثل جنگ امروزه روس دارم همینطوری میگم. وقتی که مثلا ما جنگ کردیم، من از ایران که اومدم جنگ عراق بود، با مسخای ماسکای گاز میشستیم توی اتاقهای بسته که عراق بمبای گاز مخصوص سمیول پراکنده میکرد و باعث مرگ میشد. و همینطور جنگ‌های متعدد تا که بالاخره این غذا رو به اینا دادیم و هی التماسشون کردیم خب اگر که این کارو بکنیم سنگ پرت نکنین، اگر اینو بهتون بدیم ضرر به ما نزنین، چاقو نزنین، خواهش میکنم این کارو نکنین، اون کارو نکنین. برو پلوی صاحب بانک، اون کسی که اینا رو اصلا خلق کرده، اون کسی که اصلا این کشور اسرائیل دو دستی مطابق قانون تورا اون چیزی که دو تورا نوشته به تو داده. یعنی چی؟ یعنی بیشتر به مذهبت ایمان بیار، بیشتر به خودت ایمان بیار، به اسرائیلیت ایمان بیار که امت اسرائیل الهتوا، یعنی امت شانس اسرائیل اصلا الهتوا، یعنی ما مزالمون شانسمون اصلا بالای مزالیم. درست ماه آدار هست، درست تولد هست، تولد صدیقامون هم هست، ولی با وجود همه اینا اسرائیل الهتوا. یعنی وقتی که ما ایمانمون رو خیلی قوی بکنیم و واقعا بدونیم که رئیس بانک اینجاست، همه کارا دست اونه، کی این کارا رو میکنه؟ همه رو اون میکنه. میریم دست به دامن اون میشیم. اعمالمون رو اگر که خدایی نکردن به خاطر یک کوتاهیایی که کردیم و باعث شد که رئیس بانک از ما دلخور بشه، میریم اون رو راضی میکنیم. چیکار به کارمند بانک داریم؟ به کارمند بانک هر چی بدی تمومی نداره، همونطور که داریم میبینیم. تمام کشورم بهش بده، برو بخوره.
پرتت میکنه بره بیرون. اینی که الان نه تنها الان باروخ هاشم خدا رو شکر هم رهبران ما به این فکر افتادن، یعنی واقعا مثل این که خدا مغز ما رو باز کرده. درسته که میگن هر گزرایی که میاد برای هر کسی چه به طور فردی چه به طور جمعی یه خوبیایی هم توش هست. همین کرونا که یک واقعا مرض ناجوری بود، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها واقعا نقص عضوی پیدا کردن، ناراحت. من هنوز صورتم ناراحتم به خاطر واکسن های کروناست، ولی کن خوبیایی هم داشت. همیشه میگن وقتی که هشم به ما یک سختی هایی میده، یک فشارهایی میده، باید به اون فشارها هم خدا رو شکر بکنیم. من در اثر همین واکسن هایی که زدم که چشمم یه کمی ناراحت شد و به آسونی نمیتونم بخونم و نمیتونم چشمم رو باز نگه دارم، باروخ هشم خدا به من چی داد؟ درس تانیا رو داد. خدا به من چی داد؟ این قدرت رو داد که من درس تانیا رو به زبان فارسی بیام بگم. چرا؟ برای که ناامید نشدم. گفتم هشم تو اگر که چشم من رو داری از من میگیری، یه چیز خوبی حتما به من میخوای بدی. عزیزان من، همیشه همینطور فکر بکنین در زندگی. اگر خدایی نکرده یه چیزی سختی خدا به ما میده، یه تنگی به ما میده، کسی رو، فردی رو مقصر ندونیم. بدونیم که یک علتی هست که به این علت هشم ما رو میچرخونه و میخواد که به ما یک مسیجی بده که توسط اون مسیج نشامای ما بالا بره. یه مثال خیلی ساده دیگه میگم. وقتی که یوسف اینقدر از دست برادراش سختی کشید، خب واقعا فروختنش، انداختنش تو چاه، اوکی. بعدن پرعون خرید، رفت خونه پرعون، زنش عاشقش شد و میخواست که باشه هم بستر بشه، قبول نکرد. شوهرش اون رو بهش تهمت زدن و انداختنش تو زندان. در حضرت تمام این مراحل گذشت، یعنی در تمام این مراحل یوسف صدیق داشت لیتوش میشد. لیتوش یعنی چی؟ یعنی الماسی رو که وقتی که میگیرن افتاده توی گل تمیزش میکنن، میسابنش، اینو بهش میگن به زبان لیتوش، یعنی صیقلی میدادنش تا آخر سر که در 7 سال در زندان موند. بعد از زندان بیرون اومد و رهبر مصر شد. وقتی که برادرانش پهلوش اومدن برای بال اول نه برای دار دوم، بالاخره بهشون گفت که ناراحت نباشین، تمام این کارهایی که شما به من کردین، منو فروختین، به من حسودی کردین و منو تو چاه انداختین و من به این روز تا به اینجا رسیدم، اینا همه کار خدا بوده، شما نکردین. یعنی صدیق در حقیقت میفهمه که هر اتفاقی در زندگیش میفته دست هشم توشه. چشمشو بیشتر باید باز بکنه، بیشتر باید دستورات دینیش رو با دقت بیشتری انجام بده، حرفاشو بیشتر کنترل بکنه، به خصوص خانم ها. بعدن انشالله من راجع به حلاخوت حرف میزنم، کما که حلاخوت شبات به عزت هاشم وقتی که خدای نکرده گره هایی پیش میاد در زندگیمون، فوری دست دعا دراز میکنیم به طرف هشم و اگر که مثلا 2 تا میسوا میکردیم 3 تا میسوا میکنیم، 4 تا میکردیم 5 تا میکنیم، 5 تا میکردیم 10 تا میکنیم، تا اونجا که میتونیم میسواهامونو اضافه میکنیم به عزت هاشم. چون که میدونیم با هر میسوایی که ما میکنیم، حتی یک زن ساده بی سوادم هر میسوای کوچیکی که میکنه، با این میسوا 1 درجه میتونه نور هشم رو و شخینا رو به عالم مادی نزدیکتر بکنه، به این دنیای مادی بیاره. چون هدف اسرائیل، اصلا از خلق هدف اسرائیل در این دنیا عبودات بیروریم، یعنی خدا ما رو آفریده در این دنیا که چه کار بکنیم؟
بیرورین بکنیم، یعنی مثل برنجی که پاک میکنیم و این دونه های مثلا گندم رو ازش جدا میکنیم، ما باید خوبی و بدی رو تشخیص بدیم و اینا رو از هم جدا کنیم. یعنی یک سر نفس حیوانی رو با نفس الهی، سیتراد اخرا، اون چیزی که تحت کنترل نفس حیوانی هست رو تشخیص بدیم، نفس الهی رو ازش بیرون بکشیم، اول درباره خودمون این کار انجام بدیم و بعد هر چه ممکنه درباره اطرافیامون به عزتشه. و به هر درجه که هستیم، به هر مقامی که هستیم، برای اینکه یکی از صفات خیلی خوبی که در خبر وجود داره و راوی اینطور میگه که حتی اگر یک جمله خوبم یاد گرفتی، شروع کن درس بده. اگر یه پاراشایتانیا رو یاد گرفتی، شروع کن درس بده. برای اینکه این درس دادن، هر کسی که درس میده اول از همه خودش 2 برابر از همون درسی که میده نفس حیوانیش رو صیقلی میده، ترمیم میکنه، پاکش میکنه. بعد از اون که خودش 1 درجه بالا میره، همینطور اطرافیاش هم خواهی نخواهی بالا میرن. شوهرش، بچهش، همسایش، دوستش، رفیقش و هر کس که با اون معاشرت میکنه. و اینطور به این ترتیب به عزت هشم ما اون هدف اصلی که هشم به خاطر اون ما رو خلق کرده در این دنیا به عنوان یک اسرائیل، این عمل رو انجام میدیم. گفتم که اسرائیل در این دنیا خلق شده که عمل بیروریم رو انجام بده، یعنی خوب و بد از هم تشخیص بده. به عزت هشم ان شاءالله خدا ما رو به این میسوه ها همیشه مزکی بکنه، این زقوت رو به ما بده، این قدرت فهم و درک رو به ما بده که ما این عمل رو بتونیم انجام بدیم، خودمون رو به همین ترتیب اصلاح بکنیم و همینطور دیگران رو به امید خدا. حالا بالاترین چیزی که ما اسرائیل باید بدونه، فهمیدن و درک قدرتیه که درش وجود داره. ما خدایی نکرده به خاطر شاید به خاطر اینکه زیاد توی نور هستیم، یعنی ما چون اسرائیل چون توی نوره، نور رو تشخیص نمیده، خیال میکنه که همه همینطورن، خیال میکنه که همه خوبن. به این چشم ما نگاه کردیم این امت اشمائیلی رو، به چشم خوب نگاه کردیم. هنوزم که هنوزه ما اینها رو، این اشمائیلی رو آوردیم توی کنست خودمون، بهشون آزادی میدیم، دموکراتی میدیم، برای اینکه ما انقدر نمیخوام بگم نایویم، شاید هم نایویم، اینقدر خوبیم، اینقدر پاکیم، اینقدر ساده ایم که خیال میکنیم همه مثل ما هستن. ولی اینطور نیست. باید بدونیم که دشمنی هم وجود داره. اگر خدایی نکرده یکم دیگه پای ما بلغزه، خدایی نکرده ما یک مملکت برای انجام میسوه هامون نداشته باشیم، این طرز فکر اشمائیلی اصلا نمیخواد که اسرائیل مملکت داشته باشه. اول از همه اومده مسجدش گذاشته روی به تمیقداش ما. من اولین کسی که خداپرستی رو آورد من آوردم، من تو رو خداپرست کردم، تو داری منو دور میندازی. چشم ما خدای شکر باید که باز بشه. ما باید ببینیم که تاریکی هم هست. به هیچ وجه کشور فلسطینی رو اصلا رأی نمیدیم که اصلا درست بشه، یعنی یک دشمن الکی بیم خودمون بذاریم. خب من وارد سیاست نمیشم، معذرت میخوام. بعد ولیکن باید بدونیم که به خاطر این ساده‌لوحی ما، شاید یا به خاطر این خوشبینی ما، دشمن اطلاع داره از این ایمان، اطلاع داره از قدرت روحانی ما، اطلاع داره از قدرت ما. برای اینه که اینقدر میترسه از ما. وگرنه ما مثل همین دست و پا و آدم هستیم، ولی قدرت روحانی ماورای طبیعی، بالای طبیعت که اسرائیل داره، امت دیگه نداره.
و اینها اونو میدونن، ما هم شد خودمون میدونیم ولی انقدر بهش دقت نمی کنیم. ولی به عزت الان که چشممون باز شده باید بدونیم که باید به اهمیت بدیم و ایمان خودمون رو قوی بکنیم، به میسواهای خودمون بیشتر دقت بکنیم و بدونیم که هر میسوایی که میکنیم نه تنها برای خانواده‌مون، نه تنها برای همسایه‌مون، بلکه برای تمام امت اسرائیل این کمک هست و به عزت هاشم دست دشمن رو از ما کوتاه میکنه. خب ما در اینجا پس بنابراین از این 60 روز تولد موشه بن عمران همینطور ما صحبت کردیم و از اینکه چطور ماه آدار ماه شادی برای ما، چرا باید ماه شادی برای ما باشه؟ برای اینکه ما میدونیم که شانس و مزال به روحانیت مثل براخا همینطور به سر ما میباره. یکی از موهبت های دیگه که هشم به ما داده، هر روش خودشی همینطور این شانس و این برکت به ما نازل میشه، به خصوص به خانم ها، چون خانم ها میگن که در گناه خطا اگل شرکت نداشتن و روز روش خودش رو خانم ها معمولا جشن میگیرن، سعی میکنن کار نکنن، یعنی خودشون رو با مادیات قاطی نکنن. چرا؟ برای اینکه هر چقدر که ما در حال یعنی کمتر خودمون رو قاطی مسائل مادی بکنیم، میتونیم این نور الهی رو یا این موهبت الهی رو یا این برکت روحانی رو که هشم به ما میتابونه این رو دریافت بکنیم. بنابراین تمام رشد خودش ها، نه تنها رشد خودش آدار که البته خب گذشت، ولی که تمام رشد خودش ها ما این موهبت رو داریم و باروخ هشم باروخ هشم باروخ هشم باروخ هشم. اضافه بر اون هر هفته شبات رو داریم. ببینید خدا چقدر به ما این عظمت رو و این احترام رو داده که ما این همه موعدا داریم، روش خودش داریم و هر هفته ما شبات داریم. ما عظمت شبات، عظمت نور شبات رو هنوز اونطور که باید و شاید نمیفهمیم، نمیدونیم که چقدر این شبات با برخاست. و من خواهش میکنم هر کسی که شبات رو نگه میداره بازم حلقات های شبات رو بیشتر بهش توجه بکنیم، بیشتر دقت بکنیم و هرچی که میتونیم اون رو بیشتر کاشرترش بکنیم، هر دفعه بیشتر. به خصوص ما که در ایران بودیم یا به خصوص کسایی که هنوز در گالوت هستن، هیچ وقت به دوره های گذشته گالوت پدر مادراشون نگاه نکنن. ما در گالوت یا به طور مزید، یعنی نادانسته یا دانسته یا نادانسته، شباتامون رو فقط به عنوان یک مسورت، یعنی مثل یه رسم و رسوم رعایت میکردیم. هم دیگه رو دعوت میکردیم، میشستیم نهار میخوردیم، شام میخوردیم، ولی چراغ هم روشن میکردیم، دست به برق هم میزدیم، تلفن هم جواب میدادیم، رانندگی هم میکردیم، ورق بازی هم میکردیم، ولی شبات هم نگه می‌داشتیم، کنیسه هم میرفتیم، با ماشین میرفتیم. خب اینا گذشت شد رفت. الان دیگه نه، الان دیگه ما دیگه اون نیستیم. ما باید هر لحظه بالا بریم، مثل پدر مادرمون نباشیم. اگر بخوایم در جا بزنیم یعنی عقب رفتیم. یعنی هر طرزی که پدر مادران ما شبات رو نگه می‌داشتن در گالوت، ما باید 10 درجه هر چقدر که بیشتر شبات رو کاشرتر نگه داریم، مثل اونا نگه نداریم. چون همونطور که گفتم اگر ما بخوایم مثل پدر مادرمون باشیم یعنی در جا میزنیم. ما باید جلوتر از اونا باشیم، ما نسلی جلوتر هستیم. چطور نسل آینده از نظر علم، صنعت، همین درسایی که در تلفن هست، نمیدونم واتساپ هست، زوم هست، چرا در اینها پیش میریم، همینطور هم در روحانیت باید پیش بریم.
و به عزت هاشم باروخ هاشم تمام این تکنولوژی که به وجود اومده برای ما این رو در مورد مذهبمون، در مورد نفس الهیمون، در مورد این شانس بالای طبیعت مصرف بکنیم، برای اینکه اینها شوخی نیست، مسخره نیست و خرافات نیست به هیچ وجه. کما که الان میبینیم در یک مرحله قرار گرفتیم اسرائیل به این کوچیکی در 3 جبهه داره میجنگه. اگر نور هشم نباشه، اگر قدرت خدا نباشه، با چی میشه چطور ما میتونیم برنده بشیم؟ همیشه ما کارمون با خداست، با کمک خداست. هر قدمی که برمیداریم اسرائیل قدمش با کار خداست، با هشمه. حسام با رئیس بانکه، با کارمند بانک ما کار نداریم. وقتی که خودمون رو اینطور خوب بشناسیم، دینمون رو خوب بشناسیم و بفهمیم که واقعا ما چی هستیم، خواهی نخواهی ایمانمونم روز به روز بیشتر میشه. به خودمون ایمان داشته باشیم، روز به روز ما اعمالمون بهتر میشه، طرز فکرمون اصلا عوض میشه. یعنی وقتی که یه میسوایی میخوایم بکنیم با عقل میفهمیم که وقتی که عقل ما اینو میگه دلمون نمیخواد، دلمون رو میزنیم کنار، دلمون رو وادارش میکنیم، دلمون رو ذره ذره میفهمونیمش که تو هم باید دنبال عقل بری. عقل اینو میگه. تو الان میگی دلت نمیخواد تفیلا بخونی، اشتباه میکنی، باید بخونی. زنم باید تفیلا بخونه. زنم اگه میتونه در روز 3 تا تفیله ها رو باید بخونه به زبون عبری، به عزتشه. اگر نمیخوندیم الان شروع میکنیم، فرقی نمیکنه به هر سنی، سن 80 سالگی 90 سالگی هم. حتی اگر بشینیم بخونیم یاد بگیریم، باروخ هشم خدا قبول میکنه، هشم قبول میکنه. یعنی هشم میگه در مورد آدم صدیق، خب من صدیق رو صدیق آفریدم، اون صدیقه، ولی ما که آدم متوسط هستیم ما همیشه در حال تلاشیم و این تلاش ما مثل یک شناگری میمونه که دائما ممکنه که برخلاف جریان آب در رودخونه داره شنا میکنه. همیشه ما باید به ضد اون نفس حیوانیمون بجنگیم. یعنی چطوری؟ یعنی میگه وقتی که من میگم من کی هستم، منی که اینجا نشستم، من کیم؟ من یه آدم متوسط، من نفس حیوانیم، میخوام بخوابم، میخوام زیبا باشم، میخوام پولدار باشم، میخوام خوشگل باشم، میخوام بخورم، میخوام استراحت بکنم، میخوام گردش برم، میخوام تفریح بکنم. اوکی، بسیدر. یعنی تو از این من چیه؟ درست یک نفس حیوانی. اوکی، نفس حیوانی در دین اسرائیلی هم درسته باشه، ولی کن این نفس حیوانی باید زیر نظر نفس الهی باشه. اون موقع کارش درسته. من غذا میخورم، به عزتشم براخا میکنم که این غذایی که من دارم میخورم بشه نور الهی، با براخا میخورم. لباس خوب میپوشم، لباس آستین بلند میپوشم، با صنیعوت رو نگه میدارم، به عزتشم چه به خاطر این صنیعوتی که نگه میدارم من کدوشا رو به سر اسرائیل نزدیک میکنم. یعنی هر قدمی که برمیدارم خدا رو در نظر میگیرم و دستورات تورا رو انجام میدم. در این مورد همیشه هر کاری که میکنم درسته. باروخ هشم خدا برای هر عمل حیوانی هم که ما برای بدنمون لازم داریم به ما اجازه داده، به ما راه نشون داده. باید موهامون رو بپوشونیم، خب میشه که پیا بذاریم، روسری بذاریم، تل ببندیم و صنیعوت خودمون رو، یعنی فروتنی خودمون رو و مقام زنیت خودمون رو به همون ترتیب با احترام حفظ بکنیم به عزتش. و این یکی از بالاترین خوشحالی هاییه که ما در ماه به خصوص آدار باید داشته باشیم. میگه مثلا چطوری ما خودمون رو خوشحال کنیم؟ خب ما اگر که این من همش
مادیات باشم، نفس حیوانی باشم، خب من با چی خوشحال میشم؟ با مادی خوشحال، با چیزای مادی خوشحال میشم. برم مسافرت، برم گردش، نمیدونم لباس خوب بپوشم، جواهر بخرم، غذای خوشمزه بخورم. خب این همش نفس حیوانیه. آیا این خوشحالیه؟ اینطوری دائما ماه آدار همینطوری خوشحال باشم؟ نه. خوشحالی اسرائیل در ماه آدار، این شادیش شادی درونیه. یعنی میشینه فکر میکنه من مثلا 20 سال پیش متاسفانه شبات رو اینطوری نمیتونستم نگه دارم، باروخ هاشم الان نگه میدارم. یا مثلا در ایران که بودم اصلا از دین اسرائیلی خبر نداشتم، باروخ هاشم الان ببین چقدر اطلاعاتم بالا رفته. یا مثلا اصلا تیلیم بلد نبودم بخونم، الان باروخ هاشم ببین چقدر تیلیم دارم خوب میخونم. این پیشرفتی که در نفس الهی میکنم، در راه نزدیک شدن به نفس الهی میکنم، در راه نزدیک شدن به تورا و میسوا میکنم، این شادی واقعیه. وقتی که آدم به این مسئله، به این پیشرفت روحانی خودش فکر میکنه، این شادیه. البته باروخ هاشم پولم دارم، خب خیلی خوبه، بچه‌م باروخ هاشم نوه، همه چیز خیلی خوبه، اینام خیلی خوب، اینام شادیه. ولی کن وقتی که نوه دارم، بچه میارم، خوشحالی من به اینه که نوه من کلو سرش بذاره شما اسرائیل میگه و شیننتم لبانیخا. برای چی بچه میارم؟ برای چی نوه میارم؟ که یک اسرائیل دیگه ای رو بیارم به اسم شما اسرائیل بگه، تورا رو یاد بگیره، اسم خدا رو بالا ببره، اسم تورا رو بالا ببره. به این علت تمام اعمال ما تو این دنیا میشه اعمال بیرونی. یعنی ما همه اعمالمونی داریم انجام میدیم اعمال خدایی میشه. میگه بین ایش و ایشا به زبان عبری دوتاشون میشه الف شین، الف شین. فقط ایشا یه هی بش هست، هی. این هی چیه؟ یود که واو که شمه. میگه اگر بین ایش و ایشا، یعنی بین زن و مرد، این هی نباشه، چی میشه؟ به زبان عبری میشه اش اش. همه کار ما آتیش 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 میشه، خدایی نکرده. ولی وقتی که هر کاری که میکنیم اون هی رو در نظر میگیریم، هشم رو در عالم قدوسیت پیش میره، شخینا رو ما ایشالله نزدیک میکنیم به سر خودمون، به سر خانوادمون، به سر و به کل امت اسرائیل بذاشته. وقتی که ما خواهی نخواهی به این نکات توجه میکنیم، البته عزیزان من میدونم همشون باروخ هاشم عاقل هستن، هر کسی که درس تانیا یاد میگیره و این افتخار رو به من میده که چه به صورت ضبط و چه به صورت زنده با من همراه باشه و به طور واضح این تانیا رو یاد بگیره، باروخ هاشم خدا رو شکر میتونه که بر تمام نفس حیوانی خودش غلبه بکنه، تسلط پیدا بکنه. یعنی ما تمام نفس حیوانی خودمون رو که شامل تنبلی، خدای نکرده، یأس و ناامیدی، دودلی، حسودی، چشمم چشمی، رقابت و تمام صفات ناشایسته دیگه به عزتشم که اصلا ما نداریم، اگرم یک کمی کوچک داشته باشیم، اینها رو با یادگیری تانیا میتونیم اصلاح بکنیم به عزتشم، ذره ذره ذره. چطور؟ مثل اینو که مثلا ما یک مثلا تنه درخت بزرگی داریم که اینو میخوایم آتیش درست بکنیم، بسوزونیمش، نمیشه، آتیش نمیگیره، خیلی سخته. چه کار میکنیم؟ اینو کوچیکش میکنیم، میبریمش، تیکه تیک تیک تیکه میکنیمش. اول مثلا پوستشو میکنیم، میبینیم آتیش گرفت، بعد یه تیکه کوچیک دیگه شو میذاریم، یه تیکه کوچیک دیگه، کم 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 میبینیم این تنه درخت به این کلفتی باروخ هاشم یه آتیش خیلی قشنگ ازش درست شد. همینطور هم نفس حیوانی ما بشریم دیگه، خب کارش نمیشه کرد، نمیشه.
نمیتونیم بگیم کاملیم. خدا ما رو کامل نیافریده، یا در اثر گالوت هایی که گذروندیم، در اثر تربیت هایی که داشتیم، زیر دست دشمن بودیم، در کشورهای عربی بودیم. ما باروخ هاشم بازم همینقدر که نور اسرائیلیمون باقی مونده، بازم خدا رو شکر. این صفات ناشایسته ببخشید، یک اشکال تکنیکی مثل که پیش اومد و رفت شد، خدا رو شکر. خب ما کجا بودیم؟ من رشته کار از دستم درم. درباره اینکه ما چطور میتونیم نفس حیوانیمون، اگر خدای نکرده دچار شک میشیم، میزوزه هامون رو چک میکنیم. یکی این، یکی هم که به غذامون توجه میکنیم. از همه مهمتر اون چیزی که میگن اسرائیل رو سرد میکنه، خوردن شیر نخریه. به خصوص عزیزان من که در آمریکا هستن، در اروپا هستن، اگر که خدای نکرده میبینن که یک اشکالایی برای تربیت بچه هاشون پیش میاد، یا مثلا بچه ها از خونه فرار میکنن، خدای نکرده با دخترای مسیحی قاطی میشن و خیلی اشکالای دیگه ممکنه پیش بیاد، اینها حتی الامکان سعی بکنن که تغذیه خانواده رو به خصوص از نظر شیر نخری، یعنی شیر که توسط گاوهای مسیحی یا گاوهای غیر کاشر ازش پنیر و سایر لبنیات درست میکنن، اینها رو به هیچ وجه نخورن. یکی این، و خواهی نخواهی غذای کاشر، کچ بیشتر گلت کاشر، و در مورد گوشتشون همینطور. و در خگ پسخ حتما مسایی بخورن که به دست باخورهای یشیوا با دست درست شده. مساهای ماشینی هم میگن اینها ایمان انسان رو کم میکنه، ضعیف میکنه، آدم رو از دین اسرائیلی سرد میکنه. اینا یه نکاتی هستش که من هر جا که میشنوم به خاطر اینکه یک نکات پراکتیکیه و خیلی ساده، ما اگر که بخوایم این کار رو انجام بدیم، با عمل انجام میدیم، اینی که به ما کمک میکنه، به خصوص به در مادرایی که بچه های صدیق با امید خدا انشالله هممون میخوایم به دنیا بیاریم و اونها رو به راه صداقت انشالله رهبری بکنیم. حالا در حالی که ما گفتیم که در تقسیم بندی که رابی برای اسرائیل، هر اسرائیلی میکنه در کتاب تانیا، به این ترتیب هستش که در این تقسیم بندی ما اسرائیل رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. صدیق، گفتیم که خدا اون رو صدیق میآفرینه، مثل بعل شمتو، مثل رابی لوباویچ، مثل بابا سلی و راف کادوری و سایر بزرگان مذهبیمون، مشربنو، که اینها نفس حیوانیشون کاملا زیر نظر نفس الهیشون هست. یعنی اصلا نفس حیوانیشون زنده نیست، یعنی زنده هم باشه بهش توجه نمیکنن، اصلا فراموش میکنن غذا بخورن، فراموش میکنن لباس بپوشن، دائما در حال کدوشا هستن. اینا یه آدم جداگانه، یک آدم هایی هستن که هشم اینها رو در هر دوره برای ما میفرسته، به دنیا میان اونها نزد ما، که همونطور که گفتم که اینها کدوشا رو به ما نزدیک بکنن هرچه بیشتر.
ولی که ما که آدم‌های معمولی و متوسط هستیم، همونطور که گفتم هم نفس حیوانی داریم و هم نفس الهی داریم، دائما این دو نفس با هم در حال جنگ هستن. ما هرچه بیشتر باید که به خودمون توجه بکنیم و این نفس ها رو اول از همه بشناسیم و سعی بکنیم که یک روح شکسته، یعنی خودمون رو به حالت فروتنی بگیریم. یعنی هر چقدری هم که ما دونیشن میدیم، کار خیر میکنیم، غرور خدایی نکرده ما رو نگیره، به هیچ وجه به زبون نیاریم، این رو پنهان نگه داریم برای خودمون، برای اینکه خدایی نکرده غرور باعث میشه که این نفس حیوانی سر در بیاره. همیشه در حال فروتنی باشیم. ولی که ناامیدی، بازم ناامیدی با فروتنی فرق داره. فروتنی در دلمون شاد هستیم که خدایا باروخ هشم این زخود رو به من دادی که من این نیسفه ها رو انجام بدم و انجام میدم. این خوشحالی و این شادی در دل ما هست، ولی با فروتنی، با ساکتی و با آرامش. ولی که روح افسرده یک نفس حیوانیه. اینو باید بدونیم. کسایی که غمگین هستن باید که اعمال خودشون رو چک بکنن و به هیچ وجه به این غمگینی محل ندن، موضوع ندن که پرورش پیدا بکنه. چون یأس و ناامیدی و غم این یک عمل نفس حیوانیه که باز هم میخواد ما رو از شادی های میسواها و از شادی نزدیک شدن به نور هشم دور بکنه. ما الان در حدود 10 دقیقه دیگه وقت داریم انشالله به عزتش. با اجازهتون میخواستم که حلقه‌های شبات رو اگر که میشه با هم مرور بکنیم. ما همونطور که گفتیم هشم باروخ هشم به ما 613 تا میسوا داده که بیشتر این میسواها شامل بیت المقدس هست که به ما متاسفانه بیت المقدسمون ساخته نشده. تا زمانی که بیت المقدس ساخته نشده مثل اینکه خراب شده. اینه که باید همیشه اومدن مشیخ به ساخته شدن بیت المقدس سوم رو ما آرزو بکنیم. یکی هم که بدونیم که این میسوا خگهای ما، یعنی موعدهای ما، روش خودش های ما، تولد صدیقهای ما، اینها هر کدومشون در یک مرحله جداگانه از این عالم روحانیت قرار گرفتن که توسط اونها ما براخای هشم رو میگیریم. و بالاتر از همه این پیرامید، هم توی گفتم در درسهای قبلم، شبات قرار گرفته. شبات از تمام این موعدها، از روز کیپور هم از نظر روحانی درجهش بالاست. اینی که به عزتشم به خصوص این شبات دست خانم هاست. از نظر این که از روز چهارشنبه پنجشنبه آشپزی رو شروع میکنن، خرید میکنن، هر چیزی که میخرن، هر لباسی، هر خوراکی، با روح هشم به عزتشم میگن این برای شباته. در شب شبات حتی الامکان سعی میکنیم که 5 دقیقه، 10 دقیقه، حتی 20 دقیقه اون هر کسی به مقتضای وسع خودش یا قدرت جسمی خودش شمع شبات رو زودتر روشن بکنیم. یعنی ما از تاریکی کم میکنیم و نور شبات رو زودتر تو خونمون میاریم. این یک. شمع شبات همیشه باید که در نزدیکی میز غذاخوری ما باشه. یعنی وقتی که داریم شام شبات رو میخوریم و شال ملخه میخونیم، شمع‌های شبات هنوز باید روشن باشن. در نزد خبرنگارا شمع‌ها رو با شمع‌های جامد روشن میکنن. البته شمع‌های خیلی بزرگ که مثلا اگر که ساعت 4-5 شمع رو روشن میکنیم، مثلا ساعت 7-8 شام میخوریم، هنوز این شمع روشن باشن. ولی برای سفارادیا با روغن روشن میکنیم. من مثلا خودم با روغن زیتون، هست روغن زیتون مخصوص شمع، و گاهی اوقات که نباشه روغن معمولی و با پتیلی، که این باروخ هشم تا ساعت 12 شب هم این روشن میمونه. یکی از بالاترین
میسواهایی که زن میکنه در مورد شمع شباتشه که این شمع شباتش در یک جای زیبا باشه. خیلی ها هستن که به صورت یک مثلثی گوشه دیوارشون رو یک تاقچه درست میکنن و آینه میذارن دور برش، دور بر تاقچه، شمعاشون رو اونجا روشن میکنن که این نور شبات، شمع شبات میتابه به آینه و 2 برابر میشه. یعنی هرچه بیشتر این شمع شبات خودمون رو مهودار بکنیم، یعنی قشنگش بکنیم، بهش هولی ترش بکنیم، زیباترش بکنیم، به همین ترتیب نور هشم این به ما بیشتر میتابه. یعنی ما کدوشای شبات رو بیشتر حس میکنیم. یعنی ما کاری نمیتونیم کنیم، در حقیقت ما ماده هستیم و توسط این اعمال میخوایم یک چیزای ماورای طبیعه رو که بالای ماده هست و هشم اونها رو برای ما گذاشته اونو حس بکنیم. با انجام این میسواها هرچه بیشتر میتونیم این رو حس بکنیم. همونطور که گفتم سعی بکنیم که شمع شباتمون رو در مثلا شیشه های جا شمعی های بزرگ، یه مقداری کمی آب، بیشترش روغن و پتیلیان که اقلا تا ساعت 10-11 شب روشن باشه و مرتب این شمع رو که نگاه میکنیم نور هشم یا اصلا براخای هشم همینطوری به نشانمای ما وارد میشه. یکی هم تعداد شمعایی که روشن میکنیم. مینیمم تعداد شمعایی که روشن میکنیم 2 براخا هستش، ولی خانواده‌ای هستن که به تعداد بچه هاشون، به تعداد هر بچه یه شمع اضافه میکنن. البته هر چقدر که بیشتر اضافه بکنیم براخاست، این هیچ چیزی نداره. بچه های کوچیک به خصوص دخترایی که قبل از برمیسوا هستن، بط میسوا هستن، اینها رو براشون شمعای مخصوص میذاریم که اونها هم بیان روشن میکنن و به این ترتیب ما شمع روشن کردن شبات رو از اصلا سن 1 سالگی 2 سالگی میتونیم که به بچه بدیم. البته شمع روشن نکنه، ولی مادر وقتی که براخا میخونه میتونه که بچه رو بغل کنه، بچه از همون سن کوچیکی این شمع روشن کردن رو میبینه و به عزت هاشم تو هم تمام شبات ها یادآورش میشه و انجام میده. این بعد نظر تعداد شبات ها، تعداد شمعای شبات هست که اینقدر مهم. بعد خب باروخ هاشم هممون میدونیم ما تمام آشپزیامون رو تا این تاریخ، تا این لحظه که شمع روشن کردیم تموم کردیم. آشپزیامون رو همه آماده روی پلاتا میذاریم. پلاتا یک چیز خیلی پراکتیک، خیلی راحت هست که تمام اسرائیل در تمام جای دنیا میتونن داشته باشن. غذاشون تا ساعت قبل از شب روشن کردن شمع میذاریم روی پلاتا و شمعون روشن میکنیم. شبات براخا تلفنمون رو قبل از این بستیم، در یخچالمون رو چسب میزنیم که وقتی بازو بسته میکنیم به هیچ وجه لامپش روشن نشه که شباتمون خیلول نشه. عزیزان من، میگن دوست اونیه که به آدم میگه، ولی خدای نکرده دشمن میگه که میخواستم بهت بگم. من انشالله اینا رو میگم به تمام عزیزانم. مهمونیایی که میگیریم، شباتایی که به همه میخوای بشینیم شام بخوریم، این درسته خیلی خوبه، ولی کن چراغ و اینها رو باید خیلی دقت بکنیم، شمع رو باید دقت بکنیم، تلفنامون رو ببندیم و پلاتا حتما داشته باشیم به عزت هاشم، تا اینکه اون میسوایی که میخوایم بکنیم به خاطر شبات، اون میسوامون خدای نکرده هیلول نشه، از بین نره. یعنی از یه بابت میسوا میکنیم، از یه بعد خدای نکرده شباتمون رو هیلول میکنیم. درسته فامیلامون رو دعوت میکنیم بهشون شام بدیم، ولی شباتت رو هیلول کردی، خدا رو خدای نکرده ناراضی کردی. اینی که سعی میکنیم به عزت هر دوتای اینها رو رعایت بکنیم. همتون رو به خدا میسپارم انشالله به عزت عاقبتون بخیر باشه و درسمون رو انشالله به פאיון میرسونیم. خدا نگهدار. מינו, תוכלה להעביר אותי אוסט? כן, 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 עכשיו. יישר כוח. Stop records.